اسمش طباطبایی بود. دستش کشید رو سرم گفت که سیاه سوخته، تو میخوای چی کارشی؟ گفتم جادوگر. بچه های کلاس همه برگشتن خندیدن. معلم بهشون گفت چرا میخندی؟ شما که یه میخواستین نمیدونم خلبان بشی یا دکتر بشی، کسی میگه خندید. به من رو کرد گفتش که درس بخون جادوگر میشی. البته منظورم شعبده بازی بوده، حالا تو فیلم ها اینو جادوگر ما میده. زمانی که معلم دست کشید رو سر من یه بوی اتکلانی داشت، این توی مشامم. خب مدت ها گذشت، ما رفتیم کلاس عموم، من دنبال این بو میگشتم. اینقدر تو بازار کویتی آبادان بالا پایین شدم، انواع اقسام اتکلانی رو اونجا میفروختن تا این بو رو پیدا کردم، اون اتکلان رو پیدا کردم. تا الان من از اون اتکلان استفاده میکنم. هر موقع میخوام یه جایی برم یه کاری انجام بدم، اون اتکلان رو به خودم زدم. الان هم زدم به خودم اومدم.